سلام. سلام به دوستان عزیز و همراهان گرامی. اگر اجازه بدید یک دو سه دقیقه ای صبر کنیم بقیه عزیزان هم ملحق بشن به لایو امشبمون. خب امشب قرار است که در مورد کمکاری تیروئید صحبت کنیم و انشالله که این بحث برایتون مفید واقع بشه. سلام بر همگی. خانم فقیه‌زاده عزیز، خانم بسالی، خانم ترابی. میخواید صدامو چک کنیم؟ صدای من خوب هست؟ دوستانی که الان تشریف دارن؟ دوستان صدای من خوبه؟ خیلی خوب، خیلی هم عالی، خیلی ممنون. خب ما کم کم بحث رو شروع میکنیم با توجه به اینکه خب حالا سعی میکنم لایو رو سیو هم بکنم. دوستانی که دیرتر میرسند میتونن قسمت هایی رو که از دست میدن بعد توی فایل ذخیره شده ببینن. بنابراین به احترام شمایی که سر وقت تشریف آوردین در لایو اینستاگرام امشب، بحث خودم رو شروع میکنم. به نام خدا. همینطور که قرار قبلی بود که امشب در مورد کمکاری تیروئید صحبت بکنیم، خب زمان وعده شده رسید و در خدمت شما هستم. امیدوار هستم که بحثایی که انجام میدم براتون مفید باشه. من قبل از اینکه راجع به کمکاری تیروئید صحبت کنم، اول خود تیروئید رو معرفی بکنم. غده تیروئید یکی از مهمترین غدد درونریز بدن هست که شکل شبیه پروانه است و در جلو و قسمت پایین گردن قرار داره. این برجستگی که بالاتر هست این ربطی به تیروئید نداره. این در واقع سیب آدام بهش میگیم یا آدام اپل که منظور نیست، این تیروئید نیست. پایین تر از این هست تیروئید، به شکل پروانه، دو تا بال داره که ما بهش میگیم لوب‌های تیروئید، لوب چپ و لوب راست، که تقریبا وزن تیروئید حدود 20 تا 30 گرمه. البته در خانم‌ها ممکنه یه خود بزرگتر باشه و همینطور در سالخوردگان، کسایی که سنشون بالا میرن، تیروئید خود بزرگتر میشه. اما در افراد عادی، در بزرگسالان، حدوداً بین 20 تا 30 گرم هستش به صورت متوسط. از یک لوب چپ و یک لوب راست تشکیل شده. این دو تا لوب چپ و راست یا همون بالای پروانه رو یک قسمتی به همدیگه متصل میکنه که بهش میگیم ایستموس. و تیروئید یک عضو بسیار بسیار فعالیه. خیلی خون بهش میرسه، خون رسانی به تیروئید خیلی زیاده. از 3 جفت شریان خون دریافت میکنه و به ازای هر گرمش خونی که دریافت میکنه حتی از کلیه هم بیشتر. اگر بخوایم به ازای هر گرم بافت در نظر بگیریم، خونی که دریافت میکنه از کلیه هم حتی بیشتره. غده تیروئید
کار اصلیش ساختن و ترشح هورمون‌های تیروئیده. هورمون‌های تیروئید دو تا هستن، یکی T4 بهش میگیم، یکی هم T3. T4 مخفف تترا یودوتایرونین هست و T3 مخفف تری یودوتایرونین. در واقع در T4 ما 4 تا اتم یود رو داریم که روی به اصطلاح قسمت اصلی هورمون نشسته. این 4 تا اتم یود به خاطر همین بهش میگیم تترا یودوتایرونین یا T4. و T3 یک دونه از این یودا رو نداره، 3 تا یود روی حلقه در واقع نشسته روی اون مولکول اصلی، به خاطر همین بهش میگن T3. تقریبا بیشتر هورمونی که در تیروئید ساخته میشه وارد گردش خون میشه بعد از اینکه دستوراتی دریافت کرد که حالا میگم این دستورات به چه طریق هست. و این T4 و T3 ساخته شده از طریق گردش خون به همه بافت‌های بدن میرسه، به مغز، به کبد، به روده ها، به اندام ها، عضلات، به همه جای بدن. همه جای بدن برای عملکرد صحیحشون به هورمون‌های غده تیروئید نیازمندن، همه جا. اگه بخوام یه مثال خیلی ساده بزنم، هورمون‌های تیروئید تقریبا حکم پدال گاز رو دارن. شما در یک اتومبیل اگر پدال گاز رو نفشارید خب ماشین حرکت نمیکنه. اگر کم در واقع پدال گاز فشرده بشه با سرعت کم حرکت میکنه، زیاد فشرده بشه با سرعت زیاد حرکت میکنه. ولی فشرده نشدن پدال گاز یعنی توقف واکنش‌های اصلی اتومبیل، یعنی موتور دیگه درست کار نمیکنه، انتقال حرکتی به چرخ‌ها صورت نمیگیره و خیلی ماشین سنگینه، لو انرژی نداره و حرکت نمیکنه. هورمون‌های تیروئید هم وقتی به بافت‌ها میرسن در واقع همین کار انجام میدن، یعنی اینکه بافت‌ها رو وادار میکنن به فعالیت. تمام واکنش‌های بیوشیمیایی و آنزیمی که در بافت‌های هدف هست که اینها لازمه زندگی و زنده بودن سلول‌ها هستش، تحت تاثیر اون پدال گازیه که از طریق هورمون‌های تیروئید در واقع فشرده میشه و هورمون‌های تیروئید باید باشن تا بافت‌های بدن واکنش نشون بدن، یعنی اینکه فعالیت خودشون رو انجام بدن. مگه بافت‌های بدن چه فعالیتایی میکنن؟ خب تقسیمات سلولی انجام میدن، تکثیر پیدا میکنن، بعد واکنش بیوشیمیایی انجام میدن، مواد مختلف رو جذب میکنن از خون، موادی که لازم هست میسازن، پروتئین سازی میکنن و موادی رو که جاهای دیگه بدن لازم هست سلولا میسازن، از خودشون خارج میکنن و اون مواد میره به جاهای دیگه. بنابراین تمام واکنش‌های سلول‌های بدن تحت تاثیر هورمون‌های تیروئیده. کار دیگه ای که میکنن، خب اینا تقسیمات سلولی هم تو که عرض کردم انجام میدن، تمایزات سلولی انجام میگیره. مثلا یک جنین رو در نظر بگیرید که به شدت تقسیمات سلولی داره انجام میده، بافت‌های مختلفش داره به وجود میاد و این مقادیری هورمون تیروئید نیاز داره که در واقع این تقسیمات سلولی و تمایز سلول‌ها به بافت‌های مختلف به خوبی انجام بگیره. خب در هفته‌های اول جنینی خودش که تیروئیدی نداره، تیروئید اصلا وجود نداره در جنین و بنابراین به هورمون‌های تیروئید مادر وابسته است. اگر مادر خودش دچار کمبود هورمون‌های تیروئید باشه، تیروئیدش کمکار باشه، خب تقسیمات سلولی جنین هم به خوبی انجام نمیگیره، تمایزات سلولی خوب انجام نمیگیره و حتی ممکنه که جنین سقط بشه. بنابراین بسیار بسیار وجود هورمون‌های تیروئید مهم هستش. غده تیروئید خودش برای اینکه به اندازه کافی هورمون بسازه تحت تأثیر یه فاکتور رشدیه به نام TSH. TSH خودش یه هورمونیه که از غده هیپوفیز ترشح میشه. غده هیپوفیز یه غده رهبر هست که در زیر مغزه و خود غده هیپوفیز تحت فرمان مغز، قسمت‌هایی از مغز به نام هیپوتالاموسه. در واقع هیپوتالاموس هورمونی رو ترشح میکنه به نام TRH یا در واقع هورمونی که از هیپوتالاموس ترشح میشه و میاد روی هیپوفیز، تایروتروپین ریلیسینگ هورمون هست TRH و این روی هیپوفیز، روی بخش پیشین هیپوفیز تاثیر میذاره. هیپوفیز هورمون TSH رو میسازه و آزاد میکنه. TSH
تایروتروپین بهش میگیم، در واقع یک فاکتور رشد تروپیسم ایجاد میکنه در غده تیروئید و غده تیروئید وقتی که TSH رو دریافت میکنه از طریق گردش خون سیگنال میگیره در واقع برای اینکه هورمون سازی بیشتر انجام بده و T4 و T3 بیشتری بسازه. به این معنا که اگر هیپوتالاموس که بخشی از مغزه TRH نسازه یا هیپوفیز TSH نسازه، بعد خود غده تیروئید هم کمکار میشه، چون به اندازه کافی فاکتور رشد و فاکتور سیگنال مثبت دریافت نمیکنه که بخواد هورمون سازی بکنه. به خاطر همینم بخشی از کمکاری های تیروئید رو ما میگیم کمکاری های ثانویه و ثالثیه، نمیگیم اولیه. چرا؟ چون غده هیپوفیز یا غده هیپوتالاموس به اندازه کافی TSH و TRH ترشح نمی‌کنند، بنابراین غده تیروئید خودش مشکلی نداره، منتها این فاکتورهای رشد و سیگنال های مثبت رو دریافت نمی‌کنه که کمکاری میکنه و T4 و T3 کم میسازه و بعداً دچار علائم کمکاری تیروئید میشه. اگر که هیپوفیز به هر دلیلی TSH نسازه، اون موقع بهش میگیم کمکاری ثانویه تیروئید. اگر هیپوتالاموس به اندازه کافی TRH نسازه، بهش میگیم کمکاری ثالثیه تیروئید. موارد کمکاری های تیروئید که به خاطر نقص در ترشح هورمون TSH یا TRH هست خیلی کمن، خیلی نادرن. بیشتر کمکاری های تیروئید اولیه هستن. اولیه یعنی چی؟ یعنی اینکه خود غده تیروئید مشکلی درش هست و نمیتونه T4 و T3 بسازه، علیرغم اینکه TSH بهش میرسه. و در این موارد که غده تیروئید به صورت اولیه خودش کمکار میشه که حالا دلایلش رو میگم، به صورت جبرانی غده هیپوفیز TSH بیشتری میسازه و TSH میزانش از حالت طبیعی بیشتر میشه. چرا؟ چون میخواد به غده تیروئید بیشتر دستور بده، شلاق در واقع تحریک کننده و سیگنال مثبت بیشتری به تیروئید در واقع ارائه بشه تا تیروئید به خاطر اون کمکاری که داره کمکاریشو به خودش بیاد و جبران کنه و شروع کنه به T4 و T3 ساختن بیشتر. ولی خب خیلی وقتا نمیتونه این کارو بکنه، بنابراین TSH در خون بالا هست، ولی چون تیروئید نمیتونه علیرغم این TSH بالا و علیرغم دریافت سیگنال مثبت از هیپوفیز نمیتونه T4 و T3 بسازه، بعد T4 و T3 در خون کم میشن. پس در یک کمکاری کلاسیک و استاندارد اولیه تیروئید ما در آزمایشگاه چیزی رو که میبینیم این هستش که TSH از میزان طبیعی بالاتره و T4 از میزان طبیعی پایینتره. T3 چه وقت پایین میاد؟ وقتی که کمکاری اولیه غده تیروئید خیلی شدید بشه، یعنی در مراحل اولیه که هنوز خیلی شدید نیست فقط T4 افت میکنه، T3 تو تقریبا تو رنجه همراه با TSH بالا. ولی کم کم که این تخریب بافت تیروئید مثلا حالا فرض کنید به خاطر بیماری خودایمنی که حالا بعد راجعش بیشتر صحبت میکنم شدید میشه، بعد اون موقع T3 هم دیگه نمیتونه بسازه بعدن و و بنابراین هم T3 افت میکنه، هم T4 افت میکنه و هم TSH بالا هستش. این در حالت کلاسیک و خیلی خیلی به قول معروف نورمال که نه، حالت عادی کمکاری اولیه تیروئید هستش که این اتفاقات میفته و بیمار هم دچار علائم کمکاری هست که حالا صحبت میکنم. حالا چی میشه که غده تیروئید به صورت اولیه کمکار میشه؟ دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی این که غده تیروئید برای هورمون سازی نیاز به مواد اولیه داره. مهمترین ماده اولیه که استفاده میکنه همین یوده. شما دیدید در T4 4 تا یود میخوایم، در T3 3 تا یود میخوایم. اگر بدن بهش به اندازه کافی یود نرسه، غده تیروئید نمیتونه به اندازه کافی هورمون سازی بکنه، بنابراین دچار کمکاری اولیه به دلیل کمبود یود هست تیروئید. در جاهایی که در کشورهایی که مردمش به اندازه کافی یود دریافت نمی‌کنند، غده تیروئید کمکار میشه، چون یود لازم داره برای T4 و T3 ساختن ولی دریافت نمی‌کنه. در کشور ما هم 30-40 سال قبل تا 30-40 سال قبل خیلی شایع بود و تعداد زیادی از کمکاری‌های اولیه تیروئید به خاطر کمبود یود بود. ولی بعد از اجرای برنامه ملی
یوددار کردن نمک طعام به این صورت که قرار شد که تمام نمک طعامی که در اختیار مردم قرار میگیره در کارخونه بهش یود زده بشه با این دستورالعمل خاصی، استانداردهای خاصی خودشو داره که چقدر یود بزنن، کم نباشه زیاد نباشه. اون مثلا تو مرحله تولید نمک هست. ما الان داریم در واقع 3 دهه سال عقب که داریم نمک یوددار مصرف می‌کنیم و دیگه مثل سابق کمکاری اولیه تیروئید به دلیل کمبود یود در افراد عادی دیده نمیشه. فقط یه استثنا داره و اونم خانم‌های باردارن، چون خانم‌های باردار باید هم برای خودشون هورمون تیروئید بسازن هم برای جنینشون هورمون تیروئید بسازن، میزان زیادی یود نیاز دارن. به نظر میرسه این مقدار دریافت یودی که ما از طریق نمک طعام دریافت میکنیم همین الانشان برای خانم باردار کافی نیست و بنابراین خانم باردار میتونه در کشور ما در همین حال حاضر هم میتونه دچار کمبود یود بشه و کمکاری های ناشی از کمبود یود. نیاز روزانه خانم باردار به یود بیشتره، بنابراین باید این مورد توجه پزشکش قرار بگیره و اگر لازم هست یود رو به صورت دارو در واقع براش تامین کنه. ولی برای ما آدم‌های عادی همین مصرف متعارفی از نمک طعام که در روز داریم برای تأمین در واقع یود مورد نیاز غده تیروئید کفایت می‌کنه. در حال حاضر که ما مشکل کمبود یود کمتر داریم، بیشترین دلیل کمکار شدن غده تیروئید خودایمنی هست یا اوتوایمیونیتی بهش میگیم در اصطلاح، بیماری خودایمنی. بیماری خودایمنی چی است؟ بیماری خودایمنی طیف وسیعی از بیماری‌های مختلف هستند که در طی واکنش‌های سیستم ایمنی بر علیه بافت‌های بدن اتفاق می‌افته. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه سیستم ایمنی داریم که اجزای مختلفی داره، به خصوص لنفوسیت‌ها که انواع مختلف دارن، لنفوسیت‌های بی، لنفوسیت‌های تی که هر کدوم از اون خودشون باز تقسیم‌بندی‌هایی دارن و سیستم که اینا رو بهش میگیم و البته ماکروفاژها و سلول‌های نوتروفیل اینا همش رو هم دیگه میشن سیستم ایمنی سلولار. بعد در کنار این یه سیستم ایمنی دیگه‌ای هم داریم به نام سیستم ایمنی هومورال که آنتیبادی در واقع بیشتر اونجا مطرحه و البته چیزهای دیگه‌ای که مثل سایتوکاین ها و اینترلوکین ها و اینها که اونا هم جزء سیستم ایمنی هومورال در واقع میشه تلقیشون کرد. مجموعه همکاری سیستم ایمنی هومورال و سیستم ایمنی سلولار باعث میشه که بدن در مقابل عوامل غریبه که میخواد وارد بدن بشه، مثلا یک میکروب یا عفونت یا ویروس هرچی، اینا فعالیت میکنن و نمیگذارن که اون اتفاق بهش حمله میکنن و اون از بین سعی میکنن ببرن و نمیگذارن که اتفاق بیفته. منتها این سیستم ایمنی لازم هست که در دوران جنینی و در 2-3 سال اول زندگی به خصوص آموزش ببینه که بتونه خودی رو از غیر خودی تشخیص بده. نباید در واقع این سیستم به سلول‌های خودی طرف که داره این سیستم ایمنی هست حمله بکنه، اونا رو باید خودی تلقی بکنه. این نیاز به آموزش داره که حالا میگم چطور در واقع این آموزش ها صورت میگیره. ولی به هر حال در طی یک مشکلاتی که ایجاد میشه، عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی دست در دست همدیگه میدن و باعث میشن که سیستم ایمنی این آموزشی رو که باید میدید نبینه یا اینکه آموزشی رو که دیده فراموش بکنه و شروع کنه به حمله کردن به بافت‌های خودی که یکی از این بافت‌های خودی که خیلی در معرض خطر حمله سیستم ایمنی هست همین سلولای تیروئید هستن. اگر این سلولای تیروئید توسط سلولای سیستم ایمنی و آنتیبادی‌هاش غریبه شناخته بشن به اشتباه، مورد حمله قرار میگیرن و شروع میشه به تخریب سلول‌های تیروئید که دارن تیفور و تیتری میسازن. این بهش میگیم اوتوایمیون تایروید دیزیز یا بیماری خودایمنی تیروئید که در کشورهایی که امروزه به اندازه کافی یود دریافت میکنن مردمش، مثل کشور خودمون و کشور دیگه‌ای که در دنیا اکثرا وجود دارن، کشور پیشرفته و متوسط به بالا، بیشترین دلیل کمکاری تیروئید همین اوتوایمیون تایروید دیزیزه، یعنی بیماری خودایمنی
که اولین کسی که این رو در واقع پیدا کرد یک دانشمند ژاپنی بود به نام هاشیموتو که کمکاری بنابراین ناشی از حمله سیستم ایمنی به بافت تیروئید رو به افتخار اون آقای دکتر هاشیموتو بهش میگن بیماری هاشیموتو. پس بیماری هاشیموتو اکثر بیماری‌های خودایمنی تیروئید در واقع دلیلش بیماری هاشیموتو که بافت ایمنی، سلول‌های ایمنی به سلول‌های تیروئید حمله می‌کنه. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که خب چرا این اتفاق میفته؟ چرا سلول‌های ایمنی سلول تیروئید رو به صورت بافت غیر خودی شناسایی می‌کنه؟ عرض کردم یکیش برمیگرده به آموزش سلول‌های سیستم ایمنی. سلول‌های سیستم ایمنی به خصوص در 2-3 سال اول زندگی و در دوران کودکی باید آموزش ببینن. کجا بیشتر آموزش ببینن؟ اینا در مخاط دستگاه گوارش آموزش ببینن. حدود بیش از 60% سیستم ایمنی ما در جداره دستگاه گوارش، در جداره روده ها هست. بنابراین سلول‌های ایمنی در اونجا هستن و با مواد مختلفی که از طریق روده در واقع بهشون میرسه خیلی کنترل شده توسط سلول‌های اپیتلیال یا پوششی روده و سلول‌های دیگه‌ای که اونجا هستن، اجزای دیگر سیستم ایمنی مثل ماکروفاژ و دندون سل‌ها، اینا کم کم آموزش می‌بینن که کدوم مواد خودی هستن، کدوم مواد غیر خودی هستن. گفته میشه که باکتری ها و میکروارگانیسم یا میکروفلور روده دستگاه گوارش خیلی نقش اساسی دارن در این آموزشی که باید به سلول‌های ایمنی داده بشه و اگر به نحوی آسیب ببینن میتونه این آموزش مختل بشه. برای اینکه اینو مفصل‌تر راجبش مطلب بدونید کافیه که به لایو قبلی که در مورد فلور میکروبی دستگاه گوارش بود مراجعه بکنید. سیو شده است، در پیج وجود داره، اونو ببینید. اونجا در واقع راجع به فلور میکروبی نقشه مفیدی که در بدن دارن، چیکار کنیم تقویت بشن که سیستم ایمنیمون در واقع خوب آموزش ببینه، کمتر بیماری خودایمنی ایجاد بشه. قبلا مفصل صحبت کردم برای چاقی و دیابت و اینا همه نقش دارن، به اونجا مراجعه بشه. بنابراین فقط همینقدر در اینجا من خدمت شما عرض می‌کنم که سیستم ایمنی اگر خوب آموزش ندیده باشه یا آموزشی که دیده فراموش می‌کنه به هر دلیلی میتونه به سلول‌های غده تیروئید حمله کنه. معمولاً ابتدا که این حملات صورت میگیره فرد اصلا متوجه نمیشه، هیچ علامتی نداره، هیچ نشانه‌ای نداره. در حدود 90% افرادی که دچار اتوایمون تایروید دیزیز از نوع هاشیموتو هستن، اگر که ما در خونشون آزمایش رو انجام بدیم به نام آزمایش آنتی تی پی او آنتیبادی، اون معمولاً مثبت میشه. یعنی ممکنه سالها فردی بیماری خودایمنی تیروئید رو داره، تیروئیدش تحت حمله عوامل سیستم ایمنی هست، منتها این هنوز انقدر شدید نیست که سلول‌های تیروئید کامل از بین برن یا از کار بیفتن و نتونن هورمون سازی بکنن که در واقع بیمار دچار علائم شدید کمکاری تیروئید بشه. خیلی این افت هورمونی کمه و وقتی که ما آزمایش میگیریم میبینیم آزمایش‌های تی 4 و تی 3 تو رنجن، ولی آنتی تی پی اوش مثبته. تی اس اچ معمولاً حساس‌تره نسبت به این قضیه و ممکنه تی اس اچ یه مقداری بالا بره. یعنی در زمانی که هنوز حملات سیستم ایمنی خیلی شدید نشده و ضعیف هست، آنتی تی پی او مثبت میشه، تی اس اچ بیمار ممکنه بالا بره. منتها اگر ما رنج تی اس اچ رو در نظر بگیریم که معمولاً در اکثر آزمایشگاه‌ها بین 0.5 تا 5 واحد بین‌المللی گزارش میشه، ممکنه از 5 بالاتر نباشه در برای سالیان درازی و بیمارم علامتی نداره، تیفوتیتش هم تو رنجه، ولی تی اس اچ چون از 5 بیشتر نیست ما میگیم تستای تیروئید مختل نیست، فقط آنتی تی پی او طرف یا شخص مورد نظر ما مثبته. ولی یه نکته ظریفی اینجا وجود داره و اون این هستش که ما باید ببینیم در این آدم تی اس اچش قبلا چقدر بوده. چون ببینید ما وقتی که تی اس اچ رو با رنج نرمالی که آزمایشگاه گزارش میکنه مقایسش میکنیم، خب تو رنجه، چون اونجا یک بازه وسیعی از تی اس اچ نرمال گزارش میکنه در
در برگه آزمایشگاه مثلا میگه 0.5 تا 5. این 0.5 تا 5 مال یه جمعیتیه که خواستن ریفرنس رنج یا رنج نرمال TSH رو تعیین بکنن. اومدن از که اونا ظاهرا تیرویدشون مشکلی نداشته، سالم بودن، از اونا اومدن خون گرفتن، TSH شون رو اندازه‌گیری کردن، بعد 95% آدما TSH شون دیدن که بین 0.5 تا 5، یعنی 2.5% آدما کمتر از نیمن، 2.5% آدما بیشتر از نیمن، میشن 5%. این 5% حذف کردن، گفتن که خب TSH رنجش بین 0.5 تا 5. این مال جمعیته، ولی در یه فرد TSH اینقدر نوسان نداره، چون ببینید 0.5 تا 5 یعنی 10 برابر، در صورت یعنی 1000%، که خیلی مقدار نوسان زیاده. در یه فرد TSH خیلی کمتر از اینا نوسان میکنه، معمولا بین نیم واحد تا مثلا 7-8 واحد میتونه TSH نوسان بکنه. منظورم این هستش که ممکنه همین فرد مورد نظر ما TSHش همیشه مثلا فرض کنید روی 1 مثبت و منفی نیم بوده، خب که در مثلا زمانه مختلف وقتی ازش TSH میگرفتی، اون موقع که هنوز سیستم ایمنی بهش حمله نکرده بوده به تیرویدش مثلا بین 6 دهم، نیم، 7 دهم، 1 و 2 دهم، 1 و 3 دهم، 1 و 4 دهم تو این بازه نوسان میکرده. ولی این آدم در حال حاضر TSHش مثلا شده 4 و نیم. درسته که از رنج 5 بالاتر نیست، از آپر لیمیت ریفرنس رنج TSH بالاتر نیست، ولی نسبت به حالت همیشگی خودش 4-5 برابره. بنابراین TSH واکنش نشون داده، منتها ما چون نمیدونستیم این آدم همیشه TSHش در شرایط نرمال چقدر بوده، فکر میکنیم که TSHش الان نرماله، در صورتی که TSH 4-5 برابر بزرگتر شده. یه مقداری که حملات سیستم ایمنی صورت میگیره، ادامه پیدا میکنه، بعضی وقتا یه ذره شدیدتر میشه، حالا TSH از رنج طبیعی خود آزمایشگاه که گزارش میکنه یعنی 5 هم میره بالاتر. یعنی شما یه فردی رو دارید که مثلا TSH 6 هفته، ولی T4 و T3 هنوزم بازم تو رنجن. البته اونا هم در داخل رنجشون به سمت پایین رفتن، منتها هنوز از اون لور لیمیت رنج نرمال یا اون کمترین حد پایین رنج نرمال که مثلا T4 رو مثلا فرض کنید در آزمایشگاه میگن بین 4 تا 12 مایکروگرم پر دسیلیتر، خب اون از 4 هنوز کمتر نشده که مثلا بگیم T4ش پایینه، در صورتی که این آدم ممکنه T4ش مثلا همیشه 8 بوده و حالا شده 4 و نیم، نصف شده، ولی هنوز تو رنج. ولی TSH در این شرایط میتونه از رنج بره بالاتر، چون هورمون حساس‌تریه. بنابراین ما آدمی رو داریم که TSHش مثلا 6 و نیم هفته، T4 و T3ش تو رنجن. این حالت رو ما بهش میگیم ساب کلینیکال هایپوتایرویدیسم یا هیپوتیرویدیسم تحت بالینی یا کمکاری تحت بالینی غده تیروئید که آنتیتیپیوش هم مثلا مثبت. حالا اینجور اشخاصی که آنتیتیپیوشون مثبت، TSHشون از 5 بالاتر، مثلا 6 و نیم، و T4 و T3شون تو رنجه، آیا اینا به درمان نیاز دارن یا ندارن؟ خیلی بحث پیچیده‌ایه و نیاز به در نظر گرفتن خیلی فاکتورهای زیادیه. اگر علائم کمکاری غده تیروئید این فرد داشته باشه و این شخص رو این علائم اذیت بکنن، روی کارش تأثیر بگذارن، روی شغلش، روی تمرکزش، روی به اصطلاح کیفیت زندگیش تأثیر سو داشته باشن، بله باید درمان بشه. اگر یه خانومی که میخواد باردار بشه حتما باید درمان بشه، ولی اگر یه فردیه که نه خیلی اذیت نمیشه، مشکلی نداره، علائم و نشانه‌های اذیت کننده هنوز نداره، میتونن صبر بکنن، مرتبا مورد تحت نظر قرارش بدن، وقتی که علامت پیدا کرد مثلا درمان رو براش شروع کنن، یا اگر مثلا TSHش از 10 بالاتر رفت درمان رو براش شروع کنن. تصمیم گیری واقعا بین پزشک و بیماره که باید با هم دیگه مشاوره بکنن، صحبت بکنن و بهترین تصمیم براشون گرفته بشه. حالا میمونه افرادی که TSHشون از رنج نرمال بالاتر نرفته، یعنی مثلا 4 و نیم، بعد ولی دچار علائمه، باز اگر که این علائم این شخص رو اذیت بکنه، ما فرض رو بریم میگیم آنتیتیپیوش هم مثبت، ما فرض میگیریم که این شخص
در واقع نیاز به درمان، باید هورمون جایگزین، دارو باید بگیره، یعنی اون هورمونی که کم داره میسازه و باعث شده علائم پیدا بکنه، گرچه TSH هنوز خیلی بالا نیست ولی نیاز به درمان داره، با درمان براش شروع کرد. این علائم چی هستن؟ این علائم خفیف چی هستن؟ علائم خفیف در کمکاری غده تیروئید خیلی متنوعه و در آدم‌های مختلف هم با هم ممکن فرق کنه. به طور کلی وقتی که غده تیروئید هورمون سازی کمی انجام میده و دچار کمکاری میشه، حالا چه خفیف چه متوسط چه شدید، یعنی اون پدال گاز روی سلول‌ها و روی واکنش‌های بدن به اندازه کافی فشرده نمیشه، یعنی همه سرعت واکنش‌های سلول‌های بدن کمه، همه چیز کنده. مثلا ممکنه دچار یبوست بشه شخص، حرکات رودش کنده، بنابراین دچار یبوست. غیر از این ممکنه علامات دیگه هم نداشته باشه. حالا این یبوست اگه این فرد اذیتش بکنه، نتونه باش کنار بیاد، خب این درمان میخواد. اصلا کاری نداره که TSHش چقدر، درمان میخواد، چون این یبوست داره اذیتش میکنه. یا مثلا فرض کنید که یه شخصی اضافه وزن داره و این اضافه وزن داره اذیتش میکنه، بعد TSHش رو اندازه گیری میکنیم مثلا 6 و نیم، T4 و T3ش تو رنج، یا حتی TSHش ممکنه 5 باشه، 4 و نیم باشه، ولی این علائم کمکاری تیروئید داره تو این فرد خودش رو به صورت چاقی مقاوم به درمان داره خودش رو نشون میده. یعنی مثلا چی؟ این فرد رژیم میگیره، وزن کم نمیکنه، سخته براش، ورزش میکنه به اندازه‌ای که لازمه بهش گفته شده، باز مقاومت میکنه بدنش در مقابل کمکارش وزن، ممکنه نیاز به درمان با جایگزین هورمون تیروئید داشته باشه، درمان کمکاری بخواد. ممکنه که فراموشکاره، نمیتونه خوب تمرکز بکنه، شغلش هم خیلی حساسه. مثلا فرض کنید یه شخصی توی برج مراقبت فرودگاه داره کار میکنه، نیاز به تمرکز و توجه خیلی زیادی میخواد، داره این شغل، حافظه خیلی قوی میخواد، شغلای حساس همشون اینجوریه. این شخص این کمکاری خیلی خفیفی از تیروئید پیدا کرده، آزمایشش هم تو رنجن ولی با یه مقداری تاریخچه دقیق گرفتن از این شخص ما متوجه میشیم که این داره علائم خفیفی از کمکاری تیروئید نشون میده. یا آنتی تی پی او براش درخواست میکنیم، میبینیم آنتی تی پی اوش مثبته. این شخص به احتمال خیلی زیاد به درمان کمکاری تیروئید با هورمون جایگزین پاسخ میده و اون حافظش اصلاح میشه و تمرکزش بهتر میشه. یا خانومیه مثلا فرض کنید که سخت‌های مکرر داره، اصلا در سخت‌های مکرر، در نازایی‌ها، چه در آقایون چه در خانوما، میگن حتما غده تیروئید بررسی بشه، عملکردش، و تست‌های تیروئید رو نگاه میکنن و اگر شک به در واقع با توجه به علائم و نشانه‌هایی که داره، با توجه به آنتی تی پی اویی که براش میگیرن و اگر شک به اتوایمون تایرویدیتیز هاشیموتو بکنن، حتما باید براش در واقع فکری بکنن برای درمانش که با کمکاری در واقع این اتفاقات ادامه پیدا نکنه، یعنی سخت‌های مکررش یا مثلا عقیمی که داره و بچه دار نمیشه، اینا میتونه در واقع مد نظر قرار بگیره. اگر هم کمکاری شدیدتر بشه که دیگه T4 و به خصوص T4 و بعد از این مقدار شدیدتر شدن T3 هم افت میکنن، TSH هم خیلی میره بالا که دیگه کاملا مشهوده، علامت هم داره و علامت‌های شدید کمکاری تیروئید یا علامت متوسط کمکاری تیروئید داره و حتما باید درمان بشه و دیگه اینجا شکی وجود نداره. حالا چه علائمی واقعا کمکاری تیروئید غیر از اون چیزایی که گفتم، علائم خفیف و خیلی مثلا ظریف که توجه بهشون خیلی مهمه، علائم تیپیکش در کمکاری متوسط و شدید چی هستش؟ ببینید علائم ما میتونیم تقسیم بندی می‌کنیم علائم و نشانه‌ها رو به علائم و نشانه‌های موضعی و علائم و نشانه‌های عمومی. علائم و نشانه‌های موضعی یکیش عوض شدن تون صداست، یعنی خشن شدن صدا. چرا؟ چون معمولاً در کمکاری هاشیموتو یا در کمکاری ناشی از کمبود یود
غده تیروئید بزرگ میشه. چرا بزرگ میشه؟ چون اون فاکتور روشن TSH که از غده هیپوفیز داره ترشح میشه به غده تیروئید داره دستور میده، میگه تو کمکاری بزرگ بشو شاید بتونی این کمکاری تو جبران بکنی. بنابراین غده تیروئید بزرگ میشه. این بزرگ شدن غده تیروئید ما میگیم گواتر. گواتر یعنی بزرگ شدن غده تیروئید. به هر دلیلی غده تیروئید بزرگ بشه ما بهش میگیم شخص گواتر داره. ما در حالت عادی غده تیروئید نمیتونیم لمسش بکنیم، پزشک هم نمیتونه لمسش بکنه اگر تیروئید بزرگ نشده باشه. ولی اگر تیروئید قابل لمس بشه یعنی اینکه شخص گواتر داره. ممکنه تیروئید قابل لمس بشه زیر دست پزشک یا حتی زیر دست خودمون تیروئید رو بتونیم لمسش بکنیم، ولی هنوز با مشاهده و با دیدن میبینیم تیروئید بزرگ نشده. همینقدر که با لمس قابل لمس میشه تیروئید میشه گواتر گرید 1. و اگر این بزرگ شدگی غده تیروئید شدیدتر بشه که دیگه نه تنها با لمس ما در معاینه غده تیروئید رو میشه لمسش کرد و زیر انگشتان قشنگ مشخصه که غده تیروئید بزرگ شده، با مشاهده هم ما غده تیروئید رو ببینیم که بزرگی در بعضی آدم‌ها دید غده تیروئیدشون که با نگاه هم که می‌کنیم بزرگه، بخصوص اگر اینا آب بنوشن و قورت بدن در واقع لقمه رو یا آب رو، این بزرگی بیشتر مشهود میشه. اینا گرید شدید گواتر دارن که بهش میگن گرید 2 از تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی. خب به هر حال این گواتر بزرگ شدگی در بعضی افراد روی عصب حنجره ممکنه فشار بیاره، صدا خشن میشه. خب اگر این شغلش اینطوریه که در واقع خشونت صدا میتونه براش آسیب‌زا باشه، به شغلش صدمه بزنه، خب این باید درمان بگیره و غده تیروئیدش کوچیک بشه. یا اینکه ممکنه شخص دچار تنگی نفس بشه. چرا؟ چون درست در پشت غده تیروئید نای هست و حنجره هست و اگر فشار آورده بشه روی این مجاری هوایی باعث میشه که در واقع شخص دچار تنگی نفس بشه. ممکنه بلعش دچار مشکل بشه به خاطر بزرگی غده تیروئید و این قورت دادن لقمه براش مشکل باشه. خب اینا باید حتما درمان بگیرن. اگر با درمان دارویی غده تیروئید رو میشه کوچیک کرد با درمان دارویی، اگر نمیشه بعد باید از راه دیگه مثلا مثل روش جراحی باید استفاده کرد. اما اینا میشن در واقع علائم موضعی کمکاری غده تیروئید. ولی علائم عمومی کمکاری غده تیروئید چی هست؟ خب ببینید من گفتم تقریبا تمام بدن به هورمون‌های تیروئید نیازمندن برای اینکه متابولیسم انجام بدن، سوخت و ساز انجام بدن، تقسیمات سلولی انجام بدن. خب وقتی که این کمکار باشه غده تیروئید و کمتر از میزان لازم به این بافت‌ها در واقع هورمون برسه، یعنی اینکه پاش رو در واقع از روی گاز غده تیروئید برداشته. خب بنابراین همه حرکت‌ها کند میشه. یه مثالشو زدم، حرکات دودی دستگاه گوارش کند میشه، شخص دچار یبوست میشه. مثلا ضربان قلب سرعتش کند میشه و اینکه شخص دچار برادیکاردی شده. یا مثلا فشار خون افت پیدا میکنه. ممکنه که پوست خشک بشه. خیلی هستن خشکی پوست دارن، هر چقدر کرم محکوم کننده استفاده میکنن بازم خشکه. ممکنه کمکاری غده تیروئید وجود داشته باشه. این کمکاری چرا؟ چون غدد چربی پوست برای اینکه به اندازه کافی مواد چربی تولید بکنن و برای مرطوب نگه داشتن پوست در واقع اون مواد رو روی پوست بفرستن نیاز به هورمون‌های تیروئید دارن. وقتی هورمون‌های تیروئید کم هستش اینا خوب نمیسازن و بنابراین کمکار میشن اون غدد، پوست خشک میشه، پوسته میشه. بنابراین یکی دیگه از علائم کمکاری غده تیروئید پوسته شدن است و خشکی پوست است. گاهی خشکی پوست خیلی آزاردهنده است واقعا. بعد از علائم کندی کار سلول‌ها و بافت‌ها ریزش مو هست. ببینید ما در موهایی که در بدن داریم مرتباً مو رشد میکنه و ریزش میکنه. منتها همیشه در افراد عادی سرعت به وجود اومدن موهای جدید از سرعت از بین رفتن موهای مرده بیشتره. بنابراین ما دچار در واقع کاهش تراکم مو نمیشیم در حالت عادی. اما اگر غده تیروئید درست هورمون ترشح نکنه، این بافت‌ها به اندازه کافی بافت‌های که در داخل فولیکول‌های مو
هستن و باید در موهای جدید بسازن، اونها به اندازه کافی هورمون تیروئید دریافت نکنن، چه اتفاقی میفته؟ این دفعه چون تولید کم میشه و از بین رفتن در واقع وجود داره، از بین رفتن حتی شدیدتر میشه، این موازنه منفی میشه، میره به سمت ریزش، یعنی کم شدن تراکم موها. معمولا اولین جایی که موها ریزش پیدا میکنن گوشه‌های خارجی ابرو هست. افرادی که کمکاری غده تیروئید دارن شروع میکنن به ریزش مو از گوشه‌های ابروشون و ممکنه هیچ علامت دیگه‌ای هم نداشته باشن. اول فقط با این شروع بشه. ممکنه علامت دیگه‌ای هم مثلا اگه دقت کنن داشته باشن، نوزاد هم باشه، فراموشکاری هم باشه. باید در معاینه و در گرفتن تاریخچه پزشک خیلی دقیق باشه، خیلی وقت بگذاره و تقریبا مثل یک چک لیست دونه سیستم‌های بدن رو مورد ارزیابی قرار بده، هم تو معاینه و هم توی گرفتن تاریخچه از خود شخص یا از همراهش، تا بتونه در واقع به علائم و نشانه‌های کمکاری تیروئید برسه. چون در سالهای ابتدایی در اوایل بیماری پیدا کردن این علائم سخته. وقتی که غده تیروئید دیگه کمکاریش پیشرفت کرده، بافت تیروئید نصفش از بین رفته و بیمار دچار علائم کمکاری واضح هست، خب این دیگه پیدا کردنش که هنری نیست، خیلی راحته. هنر تشخیص کمکاری غده تیروئید برای یک پزشک موقعی هست که در اوایل بیماری هست این پروسه حمله سیستم ایمنی به غده تیروئید یا کمبودگی در اوایله که در واقع شخص داره هنوز علائم خیلی خفیفی داره نشون میده، بعضیاش اصلا تیپیک نیستن، خیلی باید دقت کرد. مثلا از علائم خیلی فرض کنید که ظریف و لطیف که ممکن اصلا به چشم نیاد، بالا بودن کلسترول خون. مثلا یه فردی کلسترول خونش بالاست، اصلا مشکل تیروئید هم فکر میکنه که نداره، میره آزمایشگاه هورمونای تیروئید رو میره چک میکنن، همه چی تو رنجه، TSH تو رنجه، T43 تو رنجن، پزشکم ممکنه بهش بگه که شما تیروئید مشکلی نداره، حالا بیان ببینیم کلسترول چرا بالاست. در صورتی که کلسترول بالای این شخص بخصوص اگه مقاوم به درمان باشه، یعنی شخص داره با رعایت رژیم غذایی سعی میکنه پزشکش کلسترولش رو بیاره پایین ولی موفق نمیشه، دارو بهش میده به اون اندازه‌ای که انتظار داره داروی ضد کلسترول بالا در واقع پایین نمیاد، کلسترول بالاست، علاوه که داره داروی ضد کلسترول میده. اینجا باید شک کرد به کمکاری اولیه، حتی اگر تست آزمایشگاهی تو رنج باشه. ممکنه شما یه آنتی تیپیو بگیرید مثبت باشه و با یک آنتی تیپیو مثبت شما میتونید بگید خیلی خوب از این تیروئیدش تحت حمله سیستم ایمنی، کلسترولش هم بالاست، احتمالاً این کلسترول بالا که مقاوم به رعایت رژیم غذایی، مقاوم به درمان ضد کلستروله، به خاطر تیروئیدشه. اگر تیروئیدش رو ما سعی کنیم اون واکنش‌های خودایمنی که در تیروئیدش داره اتفاق میفته اونها رو متوقف کنیم، کلسترولش هم میاد. بنابراین خیلی مهمه که ما کمکاری اولیه غده تیروئید رو در مراحل ابتداییش تشخیص بدیم، چون اصلا ممکنه بعضی وقتا سالها طول بکشه تا غده تیروئید دچار کمکاری متوسط و شدید اولیه میشه که اون موقع دیگه تو آزمایش نشون میده که علائم و نشانه‌های خیلی مشهوری هم داره، ولی دیگه کاری برای بیمار خیلی نمیشه کرد، چون غده تیروئیدش از بین رفته. سیستم ایمنی وقتی که به غده تیروئید حمله میکنه، اگر جلوش گرفته نشه، اگر به فکر این نباشیم، غده بافت تیروئید از بین میبره، سلول‌ها از بین میرن، به جاش بافت فیبروتیک جایگزین میشه. یعنی غده تیروئید بزرگ شده، توش پر از سلول‌های ایمنیه، توش پر از لمفوسیت و توش پر از الیاف فیبری، چیزی دیگه وجود نداره که بخواد شما برش گردونید. بنابراین مهم هنر تشخیص اولیه هست. خب حالا سوال اصلی که مطرح هست این هستش که فرض کنید پزشک متوجه شد در همون مراحل اولیه کمکاری رو تشخیص داد، کمکاری غده تیروئید رو، هنوزم بافت تیروئید تخریب نشده، فقط یه خود داره آسیب میده، داره آزار میبینه از سلول‌ها، آنتی تیپیو یه مقداری داره میره بالا. همین آنتی تیپیو خودش میتونه در واقع آنتی بادی تیپیو میتونن به غده تیروئید آسیب بزنن، چون تیپیو یه تایروید پروآکسیدیو
ساخت هورمون تیروئید در غده تیروئید. وقتی که مورد حمله قرار بگیره غده تیروئید، هورمون TPOش خود سلول‌ها آسیب می‌بینه و سلول شروع می‌کنن به کمکار شدن، ابتدا کمکار میشن، بعد کم فانکشنشون کامل از دست میره و کم کم شروع می‌کنن به از بین رفتن. ممکنه این پروسه سال‌ها طول بکشه. خب ما چیکار کرد؟ واقعا در اون سال‌هایی که حالا ما متوجه شدیم که شخص واکنش سیستم ایمنی در غده تیروئید شروع شده و آنتی‌تیروئید داره، حالا این باید چیکار بکنه؟ چجوری باید کنه؟ در واقع تا امروزه تا همین چند سال اخیر گفتن آقا این سیستم ایمنی واکنش‌های خود ایمنی وقتی سیستم ایمنی شروع می‌کنه نمی‌دونیم دلیلش چیه و خیلی هم کاری براش نمیشه کرد. ولی الان خیلی پیشرفت کرده، خیلی چیزهای زیادی راجع به سیستم ایمنی و واکنش‌های خود ایمنی کشف شده و در تحقیقات معلوم شده و من حالا وقت نمیشه که بخوام واقعا به همه پژوهش‌ها برسم، ولی چند تا نکته رو من خدمت شما عرض می‌کنم برای کسایی که در ابتدای هاشیموتو هستن و مثبت دارن و هنوز تست تیروئیدشون به هم نریخته در رنج هستن، ممکنه علائم و نشانه‌های خفیفی از کمکاری داشته باشن یا نداشته باشن. خیلیشون اگر دقیق ازشون تاریخچه بگیرید دارن، بالاخره یه چیزی دارن، یا کم حافظه یا تمرکزشون کمه یا آشفتگی ذهنی دارن، ممکنه چند تا با هم داشته باشن، ممکنه افزایش وزن دارن، نمیتونن خوب وزنشون رو کنترل کنن، ممکنه کلسترولشون بالا باشه، هر به اصطلاح چیز دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه، پوستشون ممکنه خشک باشه، فقط ممکنه یه ذره اطراف ابروشون دارن خودشون می‌بینن که داره ریزش پیدا می‌کنه، هیچ علائم دیگه‌ای نداره. بنابراین اینها باید حتما کاری براشون انجام بدیم که سیستم ایمنیشون برگرده و حملاتش به غده تیروئید کاهش بدیم تا اون سلولایی که هنوز نمردن و فقط یه مقدار تنبل شدن، اونا وقتی که آزار و اذیت سیستم ایمنیشون شما ازشون برداشتید، اونا دوباره میتونن به حالت اولیه‌شون برگردن، میتونن خودشون تحمیل کنن. بنابراین خیلی مهمه در این مرحله ما وارد کار بشیم و برای بیمار کاری انجام بدیم. چه کار میشه کرد؟ اولین چیزی که خیلی مهمه تقویت فلور میکروبی دستگاه گوارش. بسیار بسیار مهم. خواهش میکنم برید لایو فلور میکروبی دستگاه گوارش رو یک بار دیگر با دقت گوش کنید. تمام اون چیزایی که اونجا من خدمت شما عرض کردم، کارهایی که گفتم برای تقویت فلور میکروبی نیاز هست، میتونه اوتوایمون تایروید دیزیز یا هاشیموتو رو یا کمکاری اولیه غده تیروئید در مرحله اولیه تا حد زیادی برگردونه. یعنی شما فلور میکروبی رو تقویت میکنید برمیگرده. مصرف گلوتن باید توسط شخص کم بشه. گلوتن چیه؟ گلوتن یک نوع پروتئین در داخل آرد گندم است. یعنی در این فرد ما باید توصیه بکنیم که تا جایی که میتونه گلوتن دریافت نکنه. آرد گندم، نان‌هایی که و شیرینی‌هایی که از آرد گندم ساخته میشن باید پرهیز کنیم. از چی بخوره؟ نان جو، نان چاودار باید، نان ذرت باید تا جایی که میتونه گندم رو جایگزین کنه. اصلا دیده شده که گلوتن باعث میشه که سلول‌های دستگاه گوارش آسیب ببینن و ما دچار لیکیگات بشیم. لیکیگات یعنی روده مشتی پیدا کنه. مواد تحریزهای سیستم ایمنی از روده میاد تو گردش خون میرسن به اجزای سیستم ایمنی که همه جا هستن وقتی در خود غده تیروئید و به دلایلی که یکی شباهت ساختمانیه بین مولکول‌های در واقع وارد شده به دستگاه گوارش و خود گلوتن و اجزای گلوتن به سلول‌های تیروئید باعث میشه که سیستم ایمنی اینا رو اشتباه بگیره. یعنی فکر میکنه که میخواد اون ماده خارجی رو از بین ببره، ولی به خاطر شباهت ساختمانی که بین سلول‌های تیروئید و اون ماده خارجی که به خاطر لیکیگات شدن، به خاطر نشت روده وارد بدن شدن و به سیستم ایمنی رسیدن، میخواد اونا رو از بین ببره. چون شباهت ساختمانی وجود داره، پروتئین‌های سطحی سلول‌های غده تیروئید هم تحت تاثیر عوامل سیستم ایمنی، سلول‌های حمله کننده، آنتیبادی‌های حمله کننده قرار می‌گیرن و اونا شروع می‌کنن کم کم از بین رفتن و تنبل شدن غده تیروئید. بنابراین پرهیز از گلوتن بسیار مهمه. استرس، کم شدن استرس
تامین مایعات بدن، خوردن به اندازه کافی آب میتونه در واقع و حفظ رطوبت میتونه در واقع باعث بشه که واکنش‌های سیستم ایمنی برگرده. تامین ویتامین دی، آهن، سلنیوم، رود، این چهارتا رو یه بار دیگه تکرار کنم: ویتامین دی، سلنیوم، رود، آهن. هر چهارتا اینا تحقیقات نشون داده که اگر به فردی که دچار بیماری خودی است، به خصوص هاشیموتو، ما بررسی بکنیم اکثر اینا این چهار عنصر در واقع دچار کمبودش هستن، باید تامین بشه، باید اندازه کافی سلنیوم دریافت کنه. منابع سلنیوم متنوع هستن، بیشتر غذاهای دریایی، ماهی تن هست، تخم مرغ میتونه تا حد سلنیوم داشته باشه و بعضی از به اصطلاح سبزیجات، ولی بیشتر مواد دریایی میتونید از سلنیوم دریافت بکنید. اگر لازم بود سلنیوم خیلی کم بود میشه مکمل سلنیوم دریافت کرد تا یه مدتی، ولی با تغذیه و رژیم غذایی، تغییر عادات غذایی میشه تا حدی در واقع سلنیوم رو به بدن بیشتر رسون. روی، منابع تامین روی در واقع اونها متعدده میشه، در واقع از منابع مختلف خودتون میتونید سرچ بکنید از چه طریقی میشه روی در واقع بیشتر، چه غذاهایی بخورید که روی بیشتر دریافت بکنید. ویتامین دی، خب آفتاب گرفتن خیلی تاثیر داره، واقعا خیلی عالیه اگر بشه در ساعاتی از شبانه روز که آفتاب خیلی شدید نیست، که همین تابستان مثلا صبح‌ها، اوایل صبح یا غروب‌ها که آفتاب در واقع نزدیک غروب، منظورم عصرها که آفتاب از اون شدتش کاسته شده، انسان آفتاب بگیره. در پاییز که در تمام طول روز تقریبا میشه آفتاب گرفت، در زمستون هم همینطور. بنابراین تامین ویتامین دی اگه لازم بود، قرص ویتامین دی باید طرف دریافت بکنه. آهن، اگر شخص دچار کمبود آهن باشه، ممکنه بعداً دچار کمبود آهن باشه، یادتون باشه، ولی ما دچار کمخونی نباشیم. همیشه فکر میکنم خیلیا که ما اگر کمخون نباشیم یعنی معنیش اینه که آهن بدنمون در واقع به اندازه کافی ذخایر آهن بدنمون وجود داره. این اشتباهه. آهن بدن خیلی باید کم بشه، ذخایر بدن خیلی باید تخلیه بشن تا ما دچار کمخونی بشیم. مدت‌ها قبل از اون غده تیروئید دچار کمبود آهن میشه و خیلی از بافت‌های دیگه بدن دچار کمبود آهن میشن و میتونه روی هورمون سازی تاثیر بگذاره. همون آنزیم پروکسیداز به آهن نیاز داره در واقع برای اینکه فانکشن خوبی انجام بده. بنابراین تامین آهن، سلنیوم، روی و ویتامین دی خیلی میتونه کمک کنه. خب در این فرصتی که داشتیم من سعی کردم راجع به کمکاری اولیه تیروئید، علت‌های شایعش صحبت کنم. البته علت‌های مادرزادی هم داره کمکاری اولیه تیروئید که واقعا وقت نشد ما راجع به صحبت بکنیم، خیلی هم شایع نیستن. شایع ترین علت کمکاری اولیه تیروئید هاشیموتو میشه گفت. هاشیموتو 10% جوامع، افراد جوامع هاشیموتو دارن. در خانم‌ها 10 برابر آقایون در واقع هاشیموتو وجود داره. کمکاری اولیه اتوایمیون یا خودایمنی و مثل یک پاندمی میمونه که همه دارن گرفتارش میشن و باید در واقع فکری براش کرد و انشالله با رعایت نکاتی که خدمت شما عرض کردم بشه تا حد زیادی از عوارض هاشیموتو به خصوص هاشیموتو نهفته جلوگیری کرد. خیلی متشکرم. ببخشید اگر فرصت نشد سوالاتتون رو جواب بدم. انشالله توی خود پیج اگه سوالاتتون رو مطرح بکنید حتما ذیل همین لایوی که سیو میشه سعی میکنم سوالاتی که در داخل لایو جواب داده نشد حتما اونجا جواب بدم. خیلی متشکرم از اینکه توجه فرمودید. تشکر میکنم. همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.